وقتا آدم میگه که به یک مسجد وارد شدم، امام مسجد بعد نماز حدیث خوانده ایستاده است. عادت است که در بسیار کشورها بعد نماز ریاض الصالحین میخوانند، کتاب امام نووی را. حدیث است، حدیث های رقایق است، خوب است. اکثرش حدیث های بخاری، مسلم و سنن ترمذی و حدیث های حسن است. عادت امام ها همین یک دو حدیث یا یک حدیث بعد نماز میخوانند. یک جا رفتم میگه یک امام یک حدیث گفت، حدیث غریب گفت، در حیرت افتادم. حدیث دوم خواند غریبتر. آهسته رفته کتابی که میخواند بینم از موضوعات ابن الجوزی خوانده ایستاده است. میگه این کار بود در همین کشورهای عربی شده است. موضوعات ابن الجوزی، ابوالفرج ابن الجوزی، این کس استاد شیخ سعدی صاحب گلستان، صاحب بستان، دمشقی بود این آدم. یک کتاب دارد با نام موضوعات، یعنی حدیث هایی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم از نامشان بافته شده است، همه های جمع آوری کرده است. هر حدیثی دروغ است، دروغ و بافته شده، قصداً بافتگی، یعنی که صاحبش میداند که همین گپا از آن پیغمبر نیست و از نام خودش میبافد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت میده، یعنی گپای پیامبر گفته. همه های جمع آوری کردیم. بعد اینکه جمع آوری میکنن بعد ترتیب میتین. اونی که در باب طهارت است در کتاب طهارت میمونن، اونی که در باب نماز است در کتاب نماز میمونن، در کتاب زکات، در کتاب روزه، حج، خرید و فروش، نکاح، طلاق، میخواد تا آخری کتاب فقه یا عقیده. یعنی ترتیب میدهند. نگه اینا همش حدیثای بافته، یعنی میگن که این حدیث همش بافته هست، یعنی که تا اینکه طالب علم عالمی حدیثای خواند داند، وقتی که یگان آدم دلیل بیارد بود که این حدیث بافته هست، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتیم، بلکه گفتن که من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که از نام من دروغ میگه جاش از دوزخ گیرد. کسی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث میگفته او دوزخی است. این گناه بسیار کلان است. اینه برای طالب علم و عالما جمع آوری کردن که آسان شود. من ببین در باب مسواک چند حدیثی ضعیف است، در باب پیغمبرها چند حدیثی ضعیف است. این بیچاره هم نمیدونست گرفته است به مردم خوانده ایستاده است. فهمیدید؟ یعنی که هر کتاب، هر چیزی که در کتاب است اون حق نیست. علم آنه که حق و باطل جدا کند.